زنه من بریم پارت یک این پکیج رو شروع کنیم. بهتون بگم که در حقیقت اگزامینر اصلا بر چه اساسی به شما نمره میده، بر اساس چه فاکتورایی. این خیلی مهمه. همین رو که میدونید خیلی تاثیر میذاره تو روند مطالعه‌تون، چون ما بر اون اساس میایم به شما کمک میکنیم تو فیدبک هایی که میدیم. 4 تا فاکتور هست که دونه دونه براتون توضیح میدم. هر 4 فاکتور رو که اگزامینر بر اساس چه فاکتورایی، بر اساس چه پارامترایی میاد اونجا به شما 6 میده، 6.5 میده، 7 میده و بر سن 4 تا فاکتور نمره میده و بعد این 4 تا فاکتور با هم جمع میزنم و نمره نهاییتون میشه. حالا هر 4 تا فاکتور هم ریزش رو بهتون میگم. اولیش fluency and coherence. فلوئنسی شما. فلوئنسی یعنی چی؟ Your ability to keep talking. تواناییت که بتونی صحبت کنی، ادامه بدی صحبت کردنو، ادامه بدی صحبت کردنت رو. Don't pause a lot. خیلی پاز نکنی، توقف نکنی، وسط حرف زدنت وای نستی، خیلی فاصله نیفته. بچه فاصله ای که ما داریم میندازیم برای اینکه فکر کنیم که حرفمون رو خوب بزنیم با فاصله ای که تو میندازی به خاطر اینکه گرامرت کم داری، وکب کم داری فرق میکنه. یه پازای نچراله، یه پازای نچراله. اصلا تو اصلا پاز نندازی روبوتیک میشی. به خاطر همینه که میگه don't pause a lot. خب avoid a and من کردن منظورشه. ما تو فارسی من میکنیم، مثل همین الان من اینجوری کردم. ما تو فارسی میکنیم این کارو و تو انگلیسی هم تو وقتی زیاد من انجام میدیم این باعث میشه که فلوئنسیت بیاد نمرش پایین. یکی از چیزایی که میخوام بهش دقت کنی وقتی که داری وایسات رو گوش میدی، چون تو قراره که بعد از این پکیج بتونی سلف استادی اسپیکینگ هم داشته باشی. یعنی خواستی میای کلاس میگیری کنار این پکیج، کلاس خصوصی میگیری، دوره های تکسی رو میگیری که برای من وایسات رو بفرستی. حالا دوره های تکسی به صورت آفلاینه، کلاس ها به صورت آنلاینه. خواستی به صورت آنلاین یا به صورت آفلاین کلاس میگیری کنارش با من، ولی نخواستی میخوای سلف استادی کنی، من تو رو میرسونم به سلف استادی. بچه سلف استادی قبل از اینکه یکی بهت بگه چه جوری سلف استادی کن نمیشه. مثلا میگن صداتو ضبط کن. من صدامو ضبط کنم به چی گوش بدم؟ به چی گوش بدم؟ به اینه که دارم بهت میگم دقت کن. دقت کن وقتی صداتو ضبط میکنی و گوش میدی به صدای خودت، من نداشته باشی. مناتو سعی کنی کمتر کنی. اول مناتو جایگزین میکنی با پاز، اصلا سکوت. یعنی به جای اینکه من کنم اول عادت میکنم پاز کنم، فقط من نکنم، فقط من کردن رو از سرم بندازم. مرحله اول اینه. بعد از این مرحله تو حالا یه سری پاز داری، به خاطر اینکه اونقدر شاید وکب و اینا نمیدونی، گرامر نمیتونی حرفتو راحت بزنی، فلوئنسیت خوب نیست. مرحله یعنی پازهایی داری ولی منت کم شد. مرحله سوم این هستش که اون پازا کمتر و کمتر و کمتر میشه و فلوئنسیت بالاتر و بالاتر و بالاتر میره. حالا یه سری تو این مرحله خیلی سریع جامپ میکنن. من دیدم طرف 2 هفته‌ای جامپ کرده. حالا پکیجای آنلاین من 10 جلسه است. تو 10 جلسه دیدم که 10 جلسه که توی 1 ماه داره برگزار میشه، حتی میگم 2 هفته دیدم جامپ میکنه بین این مراحل. میتونی جامپ کنی، نمیگم که این مراحل مثلا هر کدومش مثلا چند صد سال نوری طول میکشه، نه، ولی مراحلش ایناست. و بعد هم توی فلوئنسی لینکینگ وردز هستش. لینکینگ وردز هم کلمات ربط باعث میشن که تو فلوئنسیت بره بالاتر. تو به جای پازا بیای لینکینگ وردز بذاری. مثلا میگه اولش که میای شروع کنی میگه let me think، حالا میخوای راجع به چیزی صحبت کنیم. یا مثلا همین بات، اینا یه لینکینگ وردز هستش.
تمرینی که بهت میدم این هستش که تو بزن لینکینگ وردز، گوگل کن، بزن لینکینگ وردز و لیست لینکینگ وردز ها رو ببین تو گوگل چیا هست و بعد ازشون مثال ببین و بعد اونا رو توی کانتکت، توی متن ببین، و اونای خوشگلاش رو اصلا بنویس برای خودت. اون تیکه هایی که در حقیقت میبینی که توی جمله‌ای هست که زیبا هست برات، اونو بنویس، حتی یادداشت کن. این راه بسیار بهتری هست تا من بیام الان یه تیبل از لینکینگ وردز ها بهت بدم، چون تو باید اول اینا رو توی مثال های بسیار زیادی ببینی تا بعد بتونی برای خودت استفاده کنی. چی؟ vocabulary. پارامتر بعدی که اگزامینر بر اساسش نمره به شما میده vocabulary شما هست. You must exhibit a range of vocabulary. باید یه رنجی از vocabulary رو نمایش بدی. Idioms, collocations and interesting words. ما همه اینها رو توی این پکیج باتون کار میکنیم. خب کالوکیشن ها و ایدیوم ها کلن جزء کلمات سطح بالا هستن. topic based words related to the topic. ما اینجا میایم topic based کار میکنیم و تو هم یاد میگیری بر همین اساس که برای خودت سلف استادی که داشته باشی، اگر میخوای تاپیک های بیشتری هم پوشش بدی، به همین سیستم کار کنی و تاپیک بیسد کار کنی، به همین سیستمی که من اینجا اومدم و برات حالا توی اون 13 تا تدریس میکنم. Not just formal and academic words. لازم نیست فقط دنبال کلمه های فرمال و اکادمیک باشی. بعضی این سوء تفاهم رو دارن، میگن چون امتحان آیلتسه مثلا ما حالا میخوایم امتحان اکادمیک شرکت کنیم یا یه امتحان رسمی هست، ما باید فرمال و اکادمیک صحبت کنیم، کلمه های فرمال و اکادمیک. نه بچه‌ها، این مال رایتینگه. توی رایتینگ باید فرمال و اکادمیک باشه کلماتتون. توی سپیکینگ نمیخواد فقط فرمال و اکادمیک باشه، هرچند که اگر هم بود اب نداره، از نمرتون کم نمیشه. ولی یه چیزی که هسته که اون کلا اون کلمه باید به بقیه جمله بیاد. یه کلمه خیلی فرمالی نباشه کلا به بقیه جمله نره. نگران این موضوع مثلا نباشید، چیزی نیستش که اصلا ارزش منشن کردن منو نداشت. topic based words related to the topic. بچه ها این چیزی که هستش که بر اساسش نمره داده میشه vocabulary شما، این هستش که شما باید بیاین topic based کار کنین. من topic based میخوام کار کنم، الان این وسط گوجه فرنگی و همه چی هم باید بفروشم و منم نمیتونم، چون من همینطور که دارم تدریس میکنم ندارن میفروشن و من یه تایمایی رو میذارم کنار، صبح زود پا میشم ضبط کردن که اینا خواب باشن، ولی خب بازم تایممون نمیرسه دیگه، مجبوریم صدا اینا رو تو بک‌گراند داشته باشیم. برای این بخش شما باید نوتبوک داشته باشید. ازتون میخوام که از نوتبوکتون برای من عکس بفرستید. حتما اگه این پکیج رو تهیه کردی برای من از نوتبوکت عکس بفرست. نوتبوکتون ترجیحاً سیمی باشه. یه نوتبوک، نه خیلی نوتبوک دارم، نه، یه نوتبوک انتخاب میکنی، همه نوتبوک‌ها رو بذار کنار، یه نوتبوک انتخاب میکنی برای این کار، سیمی باشه، خیلی بزرگ نباشه، از سایز A4 کوچیک‌تر باشه، A4 مثلا نصف A4 هست، کوچیک‌تر باشه که بتونی به خودت این طرف اون طرف ببریش، مرتب بهش رجوع کنی که مرورشون کنی که بره تو حافظه بلند مدتت. خب همینجا که اینو گفتم درد بسیاری از بچه‌ها رو بگم. بسیاری از بچه‌ها میگن که ما لغت یادمون نمیمونه. خب اینو بهتون بگم بچه‌ها، به حافظه بلند مدتمون ما چجوری دسترسی داریم؟ ما اینجوری دسترسی داریم که دسترسیامون خیلی محدود میشه تو بزرگسالی. به خاطر همین هستش که بچه‌ها، کودکان، هر زبانی که یاد میگیرن میشه زبان مادریشون. 1 2 تا 3 تا 4 تا وقتی زیر 3 سال 4 سال یاد میگیره، هر چند تا زبانی که یاد بهش بدی میشه زبان مادریش، چون رفته تو حافظه بلند مدتش. تمام اتفاقات دیگه هم میره تو حافظه بلند مدتش، چون تو اون سن به حافظه بلند مدتشون دسترسی دارن، خوشبختانه یا بدبختانه، چون بسیاری از مسائل روانشناسی
که بعدها میرن مراجعه میکنن سالها که به اون حافظه بلند مدتشون دسترسی پیدا کنن، تو بچگی اتفاق افتاده که میگم اون آسیبایی که تو بچگی دیدن. ولی استفاده‌ای که میشه ازش کرد همین زبانه، چون دیگه درش رو میبندن، در حافظه بلند مدت رو میبندن، چند تا پنجره براش میذارن. پنجره ها چیه؟ تکرار. تو بزرگسالی تو فقط با تکرار میتونید در به حافظه بلند مدت دسترسی پیدا کنید. دیگه چی؟ احساسی شدن. خب حالا احساسی شدن چقدر به کار زبان من میاد واقعا؟ به کار آموزش زبان من میاد. فیلم ببین، آهنگ گوش کن، تاثیر میذاره. فیلم و آهنگ تاثیر میذاره. یه دلیلی هم که تاثیر میذاره اینه که تو احساسی شدی، حالا یا خوشحال شدی یا هیجان زده شدی یا تغییر احساساتی در تو برانگیخته شده و تاثیر میذاره، میره تو حافظه بلند مدتت. دیگه چه استفاده میکنم؟ ما تو حالت آلفا هم به حافظه بلند مدتمون دسترسی داریم. آلفا چیه؟ قبل خواب، بعد از خواب، یه حالتی که حالت خواب و الوده داری، هنوز خواب عمیق نرفتی، داره خوابت میبره، اون حالت آلفا هست که به منظورهای مختلفی استفاده میکنن. یعنی کسایی که اهل مدیتیشن هستن، اهل آرامسازی هستن، اهل اینجور چیزا هستن، میگن که مثلا تایم 4 صبح رو بیدار شید. و حتی من یکی از افرادی که حالا آمریکایی هم هست و بسیار معروفه توی این زمینه، میگفت قبل از این که برید دستشویی، قبل از این که هر کار دیگه بکنید، بلافاصله بعد از این که چشمتون رو باز کردید شروع کنید مدیتیشن کردن. چرا اینو میگه؟ چون میخواد تو از اون حالت آلفا نپری. اون میاد اون استفاده رو میکنه. حالا من معلم زبان از اون حالت آلفای تو این استفاده رو میکنم که میگم بلافاصله بعد اینکه چشتو وا کردی بهترین تایمه برای اینکه بیای وکباتو این دفترچت رو مرور کنی. همینطور قبل از خواب هم وقتی خواب آلوده شدی رفتی توی خواب، رفتی توی رخت خواب، آخرین کاری که انجام میدی این باشه که این دفترچت رو مرور کنی و همینطور به دفعات توی روز تا بری تو حافظه بلند مدتت. میتونی از جعبه لایتنر یا جی باکس ما بهش میگفتیم همچین چیزی هم استفاده کنی. بله میتونی، از اون هم میتونی استفاده کنی. و دیگه حتما این دفترچه رو باید داشته باشی، پس به این شکل بتونی توش مرور کنی و راههای دسترسی به حافظه بلند مدت هم بهت گفتم. یه چیز دیگه هم که بهتون کمک میکنه تکنیک کدینگ هست. کدینگ چیه؟ برای به خاطر سپردن لغت عرض میکنم خدمتتون. کدینگ مثلا کدینگ رنگ ها، اینکه تو رنگ ها رو ارتباط بدی به در حقیقت از رنگ های خاص مختلف استفاده کنی. توی اون دفترچت که داری مینویسی، نوتبوکت، میخوام ازت که رنگ با رنگ بنویسی. وقتی رنگ با رنگ نوشتی اون رنگ ها بهت کمک میکنه که بهتر یادت بیاد. سومین چیزی که بر اساسش اگزامینر به شما نمره میده گرامر هست و من هم بر اساس اون چیزی که اگزامینر به شما نمره میده میام به شما فیدبک میدم. یعنی من هم بر اساس این 4 تا فاکتور میام مثلا توی دوره تحصیلی بچه‌ها فیدبک میدم یا توی کلاس‌های آنلاین. گرامر حالا چی میخواد ازتون؟ خب باشه گفتی گرامر. Use a range of sentence structures and don't make too many mistakes. این دوتا رو میخواد. اول میخواد که یه رنج استراکچری داشته باشین شما، مثلا تنسای مختلف استفاده کنید. خب همش رو سیمپل پرزنت نگی، استراکچرهای مختلفی استفاده کنی و بعد هم خیلی غلط نداشته باشی. غلط زیاد باعث میشه که تو اصلا نتونی، مثلا از 6 بیشتر بهت نده، از 6.5 بیشتر بهت نده. این مورد پیش میاد. پس اگر 7 پلاس میخوای حتما فیدبک بگیر، حتما از من فیدبک بگیر. روی گرامر باید یکی بهت فیدبک بده، چند دفعه که ببینی مثلا اشکالات کجاست، اشکالاتو برات رو بیاره. یکی باید بذاره جلو چشت. من آینم باید بذارم جلو چشت بگم این اشکالات گرامری رو داری. To be honest with you که تو خودت نمیتونی تنها رو بحث گرامر کار کنی و همینطور پارتنر تو وقتی در سطح تو هست، در حد تو هست، اون هم نمیتونه روی گرامر به تو کمکی بکنه.
به اون شکل. حتی ممکنه وقتایی هم بیاد اشتباهی، مثلا تو رو به وادی اشتباهی بندازه. 6 بخوای 6 و نیم بخوای میشه با فیدبک گرامری هم به اون صورت نگیری از کسی اگر خیلی گرامرات مثلا اشکال نداشته باشه، ولی 7 پلاس میخوای واقعا بعد فیدبک گرامری بگیری، چون که این گرامره باعث میشه که تو 6 و نیم بالاتر نیای اگه که میستیکات زیاد باشه. و چهارمین و آخرین مبحثی که مبحث یعنی فاکتوری که بر اساسش اگزامینر به شما نمره میده، پرونانسییشن. خیلی ها پرونانسییشن رو با تلفظ یا اکسنت اشتباه میگیرن. اکسنت تلفظه که نشون میده من از کجا اومدم. اگر قرار بود بر اساس اکسنت نمره بدن که هندیا نمیومدن مثلا 8 و 9 بگیرن با اون لهجه‌ای که هندی که غلیظی که دارن. پس بر اساس لهجه نمیان به شما نمره بدن، بر اساس پرونانسییشن میان به شما نمره میدن که تلفظ هست. پرونانسییشن تلفظ هست، اکسنت لهجه هست که نشون میده مثلا شما کجایی هستی، اون مهم نیست. مثلا اگر یه نفر لهجه مشهدی داره، اگر یه نفر لهجه اصفهانی داره، ما میگیم فارسی رو بلد نیست صحبت کنه، به فارسیش نمره کم میدیم؟ نه، لهجه داره، میتونه خیلی هم کیوت و بانمک باشه، اتفاقا میتونه جالب باشه. ولی چیزی رو بهتون بگم که روی لهجه بحث قضاوت هست، روی اکسنت بحث قضاوت هست. یعنی یه نفر که میاد مثلا با لهجه بریتیش حرف میزنه میگن واو عجب لهجه بریتیشی مثلا، یا یکی میگه نه من لهجه بریتیش دوست ندارم، خیلی قشنگ حرف میزنی ولی من لهجه بریتیش دوست ندارم. یا یکی مثلا میاد میگه که مثلا لهجهش مثلا فارسی هستش. یه چیزی بهتون بگم که خیلی از اینایی که لهجهشون میگن فارسی هست اصلا لهجهشون باز فارسی نیست، یعنی باز اون اکسنت نیست، اینتونیشنشونه که فارسیه. و اینتونیشن فارسی خیلی بده برای یک معلم و همینطور منم اگه کسی با اینتونیشن فارسی حرف بزنه شخصا قضاوتش میکنم. و اینتونیشن هم تو امتحان آیلتس نمره داره. بعضی از معلم، حتی من مدرسای آیلتس دیدم، آموزشگاه هم داره، آدم معروفیه، ولی اینتونیشن فارسی غلیظ داره. این خوب نیست. اینتونیشن نمره داره تو امتحان آیلتس و زشتم هست برای یه معلم اینتونیشن فارسی داشته باشه. پرونانسیشن خداییش چیزی که زمان میبره و همین الان میخوام بهتون منشن کنم که شما مثلا اون فاکتورهای دیگه‌تون خیلی سریعتر از پرونانسیشنتون پیشرفت خواهد کرد و نمره بالاتر خواهد گرفت. اگه پرونانسیشنتون خوب باشه خوبه، اگه نباشه 3 ماه زمان میبره که بخواید درستش کنید. حالا تکنیکش هم بهتون میگم که با چه تکنیکی میتونید پرونانسیشنتون رو درست کنید. پس ما گفتیم که اکسنت بحث قضاوت هست بیشتر، که ما آدم ها رو همونطور که بر اساس لباسشون قضاوت میکنیم و ظاهرشون، مثلا میگیم چه آدم خوشپوشیه حتما آدم با کلاسیه، همینطور هم میگیم که چه لهجه قشنگی داره، انگلیسی صحبت میکنه، حتما خیلی نالج زبان خوبی داره. خب که لزوما شاید اینطوری اصلا نباشه. مثلا من کسایی هستن که نیتیو اسپیکر هستن، توی اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، ولی اینا مثلا نالج تدریس رو ندارن، که خب مثلا نالج تدریس ندارن ولی چون اکسنت خوشگلی داره میاد اونجا بس صحبت میکنه. خب حالا پرونانسییشن هم رو من چجوری تیچر خوب کنم؟ اول اینو بهتون بگم. یه تکنیکی هست حتما هم خیلی شنیدید دیگه، انقدر شنیدید که به اصطلاح هیچوری خاص شده. تکنیک شادوینگ که میگن، ولی من میخوام یه مدل جدیدی بهتون میگم. من اونجوری که خودم شادوینگ رو کار کردم قبل از این که اصلا بدونم تکنیک شادوینگی وجود داره میخوام بهتون بگم. بچه تکنیک شادوینگ میتونه خیلی بورینگ باشه. اصلا تکنیک شادوینگ چی هست بگم حالا، چون شاید یه سری هم ندونن. تکنیک شادوینگ این هستش که شما بیای و یک قسمت از مثلا یه فیلمی که دوست داری یا یک پادکستی که اون شخصیت رو دوست داری برای خودت پلی کنی، بعد که اونو پلی کردی حالا میمیک کنی، تقلید کنی، اونو پاز کنی، 1 دقیقه فیلم، 2 تا جمله فیلم، 1 دقیقه هم نه، 2 تا جمله فیلم که رفت پازش کنی،
و سعی کنی تا میتونی شبیه اون بازیگر یا اون هنرپیشه یا اون کسی که پادکستر هست، حالا پادکست رو ضبط کرده، صحبت کنی با همون اینتونیشن و با همون تلفظی که داره، پرونانسیشنی که داره، تا میتونی ازش تقلید کنی و هی کم 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 انقدر این کار تقلید رو انجام بدی که کلا سعی کنی شبیه به اون صحبت کنی، هی صحبت کردن تو بیشتر کنی، شبیه تر به اون بیای صحبت کنی. خب من این دوست ندارم، چون یه دورت هنرپیشه باشی، یه جاهایی طرف داد میزنه اصلا بیا داد بزنی، یه جایی مثلا اونایی که حالا خیلی میان رو تکنیک شادوینگ کار میکنن، یه جایی مثلا طرف صداش رو ریز اپ میکنه، ریز داون میکنه، دیگه خب میخوان از اون تقلید کنن، کامل این کار رو انجام میدن. یه ذره کار به نظر من وقتگیر و بورینگی هست. اگر اهلش هستین، اگر دوست دارین، مثلا یه آقایی هستش که تو اینستاگرام مثلا کارش این هست که کل پیجش رو گذاشته داره رو تکنیک شادوینگ کار میکنه، اگر اهلش هستین، اگر دوست دارید، خب بسیار عالی، میتونید این کار رو انجام بدید. من تکنیک رو براتون توضیح دادم. حتی اگر بیشتر میخواید رو تکنیک شادوینگ کار کنید، میتونید که اون جمله هایی که فیلم میگه رو برای خودتون نوت بردارید، یادداشت بردارید و اونجایی که صداش ریز اپ میشه و ریز داون میشه رو با فلش های رنگ های متفاوت، یعنی اونجایی که ریز اپ میشه با قرمز، اونجایی که ریز داون میشه مثلا با آبی، روی ورق برای خودتون نمایش بدید و بعد از اون با سعی کنید که نگاه کنید و کم کم دقت کنید ببینید که کجاها تو چه جور جمله هایی صداشون رو ریز اپ میکنن یا رو چه جور کلماتی تو جمله امفاسایز میکنن، تاکید بیشتری میکنن. ریز اپ ریز داون کردنم که این هست کجا صداشون رو میبرن بالا و کجاها صداشون رو میارن پایین. به این میگن اینتونیشن جمله، اینتونیشن جمله میگن. حالا خود کلمه رو، یعنی ما یه اینتونیشن جمله داریم توی پرونانسیشن، بحث پرونانسیشن یک جمله هست، یکی هم خود تک کلمه هست که پرونانسیشن و تلفظ خود اون تک کلمه هستش که اون تک کلمه ها رو توی دیکشنری میزنید و میبینید که اون چجوری داره تلفظ میشه، کجا استرس کلمه بیشتره و تلفظش به چه شکلی هستش. خب آره، میدونید راه در حقیقت پرونانسیشن شاید آسون ترین مقوله باشه که بخواین نمرتون رو ببرین 7+، ولی برای کسایی که آلردی تو این فاکتور پرونانسیشن خوب هستن. کسایی که توی پرونانسیشن خوب نیستن یه مقدار ازشون زمان میبره و از اون دیگه زمان برتره، چون اگر که مثلا من تو بحث گرامر بخوام به شما فیدبک بدم، با چند تا فیدبک دادن شما متوجه میشی اشتباهات چیه و همونطور هم کم و کمترش میکنی. باز توی وکابلری 1 ماه که میای کار میکنی اون دانش زبانیت بالا میره، وکاب مربوط به وکاب های خاص، تاپیک های خاص و بهتر میتونی صحبت کنی و فلوئنسیت هم وقتی بهتر میشه، وقتی که وکابت بهتر شد اونم خیلی سریع اتفاق میفته، یعنی 1 ماه اتفاق میفته. ولی پرونانسیشن اگر که پرونانسیشن خوب نباشه باید 3 ماه روش کار کنی که خوب بشه. حالا تیچر من پرونانسیشنم خوب نیست به نظر خودم 7+ نمیشم. چرا میشی؟ اگر که اونای دیگر رو خوب کار کنی، گفتیم مجموع این 4 تاست دیگه. وقتی وکابتو بیشتر بگیری، حالا مهم نیست که مثلا پرونانسیشنت هم 6.5 باشه، اوورالش 7+ میشه. Be yourself, be expressive. چرا ببین همین الان من دارم با هیجان فارسی رو صحبت میکنم، آیا نچرال تر نیستم؟ روباتیک نیستم دیگه، درسته؟ وقتی شما خودتون باشین و اکسپرسیو باشین You don't sound robotic. این خیلی مهم هستش. خیلی هم میان انگلیسی صحبت کنن شکل ربات میشن، اون اینتونیشن هاشون کم میشه، استرس هاشون کم میشه. یه چیزی هم که بهتون بگم، روی ادجکتیوا بچه‌ها استرس جمله رو میتونید زیاد کنید. این الان یکی از چیزایی که حالا وقتی این تکنیک شادوینگ رو انجام بدین متوجه میشین. مثلا it was really beautiful, it was really beautiful. میدونی استرستون میذاره روی beautiful. ما به فارسی هم خیلی خوشگل بود، خیلی خوشگل بود. استرستون میذاره روی ادجکتیو ها و همینطور استرس رو از روی حرف اضافه ها برمیداری، درسته؟
این اتفاقات میفته دیگه توی بحث اینتونیشن. خب تا همینجا کافی بود، بریم سر ادامه.